سلام، چطورین بچه ها؟ بریم ببینیم آیسان این دفعه چی گفته. آقا سلام، مخلصم. ما رفتیم داداش 2 ساعت خوابیدیم با برادر سانی. الان هم داریم میریم ورزش کنیم. این یارو رو نگاه کن، کف بورلیز رو چمن خوابیده. خوشباله. آره واقعا خوشباله. داریم میریم جیم ورزش کنیم. فرشیدم رفیق من فرشیده است، اونم داره خودش میاد. بریم یه ورزشی بکنیم و بعد بیایم خونه آماده شیم. میخوایم بریم شام و بعد بساط عرق خوری میخوایم یه ساعت قبلش میخوایم یه بساط عرق خوری، خونه موزیک و عرق و اینا، میزون توپ بکنیم بریم شام. حالا وسطاش استوری میذارم و اینا. امروز ذره میزون نبودم، این کمرم پایینش درد میکنم. اون پایین چیز بهش میگن اون ته بهش میگن شواخ، یعنی اون پایین وای شواخ دیگه. خکه سانه. آره. بعد یه سری این خواهرای من برمیگردم میگم آیسان یه چند تا عکس دارم، تو باید حتما اینا رو ببینی. یا مثلا تکس میدن گرفتم منتظر خبرم. خواهرم ما رو گیر آوردی. من بچه مثلا 2 سالم سریع مثلا باز بکنم وای گرفتی چی رو گرفتی یا کدوم عکسو. اگر گرفتی هر چیزی که گرفتی که مبارکت باشه، انشالله که به بهترین نحو ازش استفاده کنی. عکس‌ها من عکس میخوام چیکار کنم؟ عکس مگه نون آب برای من میشه؟ عکسای نمیدونم مثلا یه جوری مشکوک میکنن قضیه رو، من سریع ببینم کی کجا. فهمیدی؟ یکی دیگه زده بود چی؟ رسیدم حالا بگو چیکار کنم. واسم بگم همونجا بمون بخواب همونجا که هستی. آره نه با منم مثل تو هم دیگه داداش، منم همونجوری فکر میکنم دیگه. شما مثلا من خیلی ساده و کس مشنگم حاجی، ولی واقعا از ساعت 1 خوابیدیم تا ساعت 4 بعد از ظهر. بعد دیگه ثانی اومد گفت آقا بلند شو بریم. آقا قرار بود فرشید اول بیاد ما رو سوار کنه خونه، بعد دیدم دیر شد، منم بیدار شدم بدمود بودم. گفتم یهو احتمال داره خدای نکرده حرکت گردباد تو خونه انجام بدم. به ثانی گفتم ثانی گاز بگیر بریم سریع. میریم اونجا میایم خونه و دیگه برنامه عرق خوری اینا. یه لیمو یاد باشه بگیریم و باتری میخوایم برای درد دیگه. همین دیگه آقا، چاکر آقایون دیگه. اینم از اینم که یه ترافیک تخمی دیگه. ببین هوای اینجا رو حاجی تو رو خداوندی خدای دقیقه نگاه کن، اصلا دیوونه میشه حاجی. تو این ابر چی میبینید؟ من یه چیزی تو این ابر دیدم این بالا، یه شکلی. میخوام ببینم شما هم اون شکل رو دیدین؟ حاجی من یه جوری کله عقاب بغل میبینم، نمیدونم شما هم دیدی. ثانی رو پیاده کردم زحمت بکشه لیمو بگیره و باتری جا پارک نبود. بعد دیگه راه افتادم اومدم فرشید میارتش دیگه. داریم تیپ بزنیم عرق خوری. واو امشب عرق خوری تیپ سلطنتی میخوام اله به لرزه بیارم. آره اگه من دیدین سردتون شد مال خربزه پای لرز نیست، مال آیسی خربزه است. بچه‌ها سلام، خسته نباشین. امیدوارم که روز خوبی رو در کوکیلویه و بوی رحمت داشته باشین بچه‌ها. این جدی بهتون میگم، هر کی که اونجا هست. آره چه خبر؟ خونه ریاناست اون روبرو، منم همسایه‌شم. در جریان باشین دیگه. خلاصه تو اله یعنی اگه خدای نکرده زلزله تو کمربندی که چون کمربند تهران و کمربند اله تو یه خط استوایی گراهام بل هستن، یعنی اگه اینجا به گایدم بره یه روزگاری خدای نکرده منم بغل اینم دیگه. اگه این حالا بخواد بمیره و من خدای نکرده منم بخوام بمیرم، اون خدای نکرده چی نشه مظلوم که کنار همین. آره اگه ثانی هم شانس داشته باشه که. ثانی جان چه خبر؟ خوب خوابیدی؟ کجایی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ آقا یکی از من سوال کرد، گفت داداش آیسان اگه یه آدمی بخواد با یه بی‌ناموس بازی معروف بشه، گفتم خب، گفت ولی بعدم بخواد تغییر بکنه که آدم خوبی باشه، در این مبحث حرام است یا حلال است؟ منم بهش جواب دادم خیلی درست حسابی بهش گفتم، نه که مثلا عداد. بهش گفتم فلانی. گفت چیه؟
گفتم واقعا اینو به جان قدیر دارم به راست میگم، بیریا دارم بهت میگم. گفت چیه؟ گفتم آقا کیرم توی دهنت، خودت چی فکر میکنی؟ اصلا من خارکوسر ول کن، خودت چی فکر میکنی؟ گفتم من فکر میکنم اگه آدم بعدش بخواد آدم درستی باشه بد نیست. من قدیر یه رفیق داشت، این کلاه یه شهر رو برداشته بود اون موقع، نه از قصا، خب تو شهر برای خود یاد داشتم بچه‌سان میریانم بغلی نه یه آر کن رو برویم دیگه خارکوزن یه لیزر، اگر لیزر و دوربین بود برم اینجا رو اندازی بکنم، خواهر اینو بگم اونجا دیدم لاک چرنگی زده داره نهار میخواد ملاقه رو میخواد بگیره غذا رو هم بزنه، من لاک اینو باید ببینم اینجا. بخوام معروف اونجوری بشم که لیزر میارم خواهر خونه‌شو میگم اخبار باید بزنن دیگه، یک ایرانی روانی از خونه شریکی خودش که 50-50 با شریکش حاجی جانگولر مرد اتاق، حاجی جانگولر از اشعه انداخت، فکر کنم بعد مثلا چند روز بعدش هم دستش هم تاول بزنه بگه اوه اینا از بچه‌های کابگن اومدن اینجا خارکوسته سمهای سمی را اکسی بکنم برای ریانا. حالا اینو ول کن. قبل حاجی نمیدونم چرا در جدیدان دستم میزنم این کیسه رو عوض کردم، هر دو تا کیس رو مهدی بهم داده بود، اون یکی بود که گفتم یه ذره مهدی خریده بود برای من دیگه در آوردم حاجی، خسته شده بودم نوشته های پشتش رو میدیدم کس شعر بود، یعنی که همش باید اونو بخونم ببینم من خودم چجوری آدمیم فلان اینا، ولش کن بابا. رفیق قدیر اون موقع خوار یه شهر رو گایید و رفت زندان و آره حاجی این دیگه تموم شد و این دیگه فلان شد و فلان شد، اومد بیرون وضعش خوب شد، الان حاجی پشتش نماز میخونن. من فکر میکنم حاجی با هر بدبختی کلاه مردم هم آدم بخواد ورداره بعدن آدم خب میگم شانس ما کیریه دیگه، من خودم 200 تا کارو خوب بکنم اونقدر به شش نمیاد، ولی اگه یه حرکت تخمی بکنم، ولی زیاد دیدم اینجوری یارو کار تخمی کرده رفته زندان اومده بیرون ولی واقعا درست شده دیگه، درست دیگه نکرد. ولی جواب سوالت که داداش این سوال رو کردی اینو به امام حسین دارم راست میگم، من فکر کنم خودت یه برنامه‌ای داری میخوای یه حرکتی بکنی. بعد داشتم فکر میکردم تو دستشویی گفتم نکنه کنده موقع با ما موقع کسبازی بخواد در بیاره، ما نشیم توپیم مسیم فیلمی عکسی بعد پخش بکنه و بعد یه اسمی در بکنه و بعد بیاد بگه آیزان جان من حالا به زنگ بدم دهنشو بگم ببینم چرا این سوالو کرد، خدا شاهده همین سوالو کرد داره. بعد منم جوابی واقعا هنوزم جوابش نفهمیدم. میگم شما اگر بدونی یه کنده بازی در بیاری بعدم اوضاع خوب بشه دل مردم رو به دست بیاری کار خوبه یا بدیه؟ اینو من میگم، من نفهمیدم اینو. آره میگم دارم میرم اوسی نیم ساعت یه ساعت دیگه میخوام رنجبر آتیش کنم برم اونجا منطقه رو به لرزه در بیارم. این سفر خوب بود آجی، آروم بودم، جایی نرفتم این برام. تیشرت مشکی دیروز دیدی لوی ویتون گرفتم، مشکی دیروز گرفتم اینجا دیگه، دیدی چقدر خفن بود. اینجا مردم میرن خونه هم دیگه دور همی و شب نمیدونم افتر پارتی و اونو بگیر اینو فلان. آجی من خارکوسته اصلا خودمو نمیبینم. دیشب وسط شام نزدیک بود به ثانی و فرشید بگم، چون من با ثانی و فرشید هستم اینا خودشون میدونن اونقدر مثلا حرف نمیزنم، من یا تو گوشی دارم با شما صحبت میکنم یا تو حال خودم. دیشب یه فاز گرفته بودم می‌خواستم بگم من رو برم اونجا پیاده روی از کو میرم کو دیروز رفته بودم اون بالا معلوم بود منطقه اونجا، می‌خواستم بگم من رو برم اونجا پیاده کنم برم پیاده روی. آره اونجا خیلی حال میده. الان 2 دست لباس میبرم، یه دست لباس تمرین میبرم میرم اونجا پیش آبتینینا تمرین میکنم، بعدم یه دست لباس پلو خوری دیگه. آقا یه ملک اونجا یه جای این روزبه هست رفیق آبتین اونجا مادجه وا بکنه، گفتم آقا منم بذار بیام ببینم اونجا چی جوریه منطقه شو. کافی خوردم، اگه میخوای کافی بخوری کافی خوردی $20 هم بغل دستگاه کافی بذار چون اون من چارج میکنم. لباس تمرین تو بیار، خب میریم اونجا اول با آبتین تمرین میکنیم. آره بعد 2 تا پلاستیک پنگوان کوچیک هم بیار. میدونی چیه پلاستیک پنگوان؟ آره چون اونجا بله بود بالا بیاریم اونجا بعدش اونجا سرده دیگه بود بریم مثلا ببینم امروز چندمه؟ 34م
فوریه جمعه است 2 پنگوان تو اگه بخوای بیاری، چون آپتین اینا میدونه که آپتین و رفیقاش اونجا هشت با بازیه داداش. ها شکم بگی بچه ها ببینن، شکم رو صفر کن. صفر نمیشه. چرا نمیشه؟ برای چی؟ صفر نشد؟ نه نشود.